یه خاطره نوستالژی شیرین و صمیمی. این تداعی آدما از بستنی سالار بود. قبلا بستنی سالار جوری بود که همه میتونستن بشینن و اونجا خاطره بسازن. اما الان بستنی سالار جوریه که بیرون بره و ما باید کاری میکردیم که همون حس و حال قدیم و اون خاطره ها رو دوباره زنده کنیم. تو جلسه بریف ما متوجه شدیم که بستنی سالار علاوه بر بستنی چیزای دیگه هم داره، مثل نوشیدنی‌های سرد، نوشیدنی‌های گرم، دسر، کیک. تقریبا 30 تا محصول داشت و برای همه این 30 تا محصول هم بسته‌بندی می‌خواستن. اینا خیلی مردم دوست داشتن، منم خودم دوست داشتم موافقم با این ایموجی‌ها. خیلی خوشگل شده. وقتی با تعداد بالای محصول روبرویم چند تا راه داریم. یکی راهش که از همه مقرون به صرفه تر بود و حتی میتونستیم تنوع زیادی هم داشته باشیم، طراحی لیبل بودش. ما تو سرچ‌های اولیه‌ای که داشتیم رسیدیم به اینکه مشتری سالار معمولاً چه کسانیه، که رسیدیم به اینکه تقریبا تمام سنین رو در بر میگیره، ولی اومدیم تارگتمون رو گذاشتیم رو نسل زدیا. یه سری سرچ کردیم و در مورد نسل زدیا یه سری چیزایی رو پیدا کردیم و در مورد بستنی سالارم تحقیقاتی کردیم که اینا رو با هم بتونیم ادغامشون کنیم. اول اومدیم اتود زدیم با توجه به اینکه حالا طبق سرچایی که کرده بودیم این نسل کلا دختر پسر بودن توشون معنی نداره، یعنی تفاوتی بینشون نیستش. پس خواستیم اتودایی بزنیم که کاراکترایی رو طراحی کنیم که اون دختر پسر بودن توش مشخص نباشه. مثلا توی سر این یه پاکت گذاشت. رسیدیم به اینکه بستنی سالار اون چیزایی که توش داره یه وجه مشترکی داره توش، اینکه همشون از یه زاویه‌ای اون گردالیه یا اون دایره هست. ما اومدیم یه سری دایره هایی رو کشیدیم که همشون لزوما منظم نیستن و بهشون چش و ابرو دادیم و حالتهای مختلف، اون حسایی که هر آدمی ممکنه وقتی تو بستنی سالار میره یه بار خوشحال باشه، یه بار ناراحت باشه، یه بار عصبانی باشه، هر چیزی. یه سری ما رنگو جدا میکنیم و به کارفرمامون نشون میدیم تا از بین اون رنگی که دوست داره رو انتخاب کنه. یه کار دیگه که کردیم مثلا واسه طراحی بسته‌بندی آب میوه‌هامون این کاراکتر رو جوری طراحی کردیم که انگار داره این آب میوه رو با نی میخوره. آرزوات خاطره بشن. پیشرفت در مسابقه‌های شمشیربازی. به به. اجرای لیبل ها خیلی ساده تره، ولی یه سری چیزا داره که باید رعایت بشه و تجربه میخواد. مثلا لیبل هایی که روی بسته‌بندی هایی که توی فریزر قرار میگیرن یه جنسی هستن که وقتی توی فریزر قرار میگیرن حتی اون چسبشون محکم تر میشه، یا اگه رو چیزای گرم سرو میشه باید چسبش یه چیز دیگه باشه. ما بالاخره چندین چسب رو با جنس های مختلف تست کردیم و در آخر رسیدیم به لیبل های صدفی واسه این کار. سوشال مدیا و سایت سالار هم مطابق هویت بصری جدید اجرا شدن. تا حد زیادی به هدفمون رسیدیم، اینکه هویت بصری سالار هم خاطرهای قدیم و هنوز تو دلش داره، هم مدرن و نسل جدید باهاش ارتباط میگیره.